13 نوامبر 1974 مردی وحشت زده وارد اداره پلیس شهر امیتیویل شد و گزارش قتل پدر و مادرش را داد. اما هنگامی که پلیس وارد ماجرا شد 4 جسد دیگر هم کشف کرد که یعنی در این جنایت 6 نفر به قتل رسیده که تمامی آنها متعلق به اعضای خانواده دیفئو بودند و تنها شخص زنده مانده از اعضای این خانواده کسی نبود جز رونالد دیفئو جونیور، مردی که گزارش این جنایت را به پلیس داده بود. یه داستان وقتی ترسناک میشه که بر اساس واقعیت باشه. امروز میخوایم داستان زندگی خانواده لاتس توی یکی از معروف‌ترین خونه‌های تسخیر شده آمریکا رو براتون تعریف کنیم. خانواده دیفئو از سال 1965 در خانه‌ای در شهر امیتیویل نیویورک زندگی می‌کردند. پدر این خانواده رونالد دیفئو سینیور و مادر خانواده لوئیز دیفئو و 4 فرزند آنها حدود ساعت 3 بامداد با شلیک سلاح کالیبر 35 در تخت خوابشون به قتل رسیدند. اتفاق خیلی عجیبی که در مورد این جنایت رخ داده اینه که در فاصله زمانی قتل اول تا آخر هیچ یک از اعضای خانواده متوجه صدای شلیک گلوله نشده و یا حتی از اتاق خودشون بیرون نیامدن. و اتفاق عجیب‌تر این بود که برای این تفنگ هیچ صدا خفه‌کنی استفاده نشده بود. طبق گزارشی که رونالد دیفئو به پلیس داده بود، این جنایت توسط 2 مافیا صورت گرفته. اما با تحقیقات بیشتر پلیس مشخص میشه که این جنایت وحشتناک توسط خود رونالد دیفئو جونیور فرزند ارشد خانواده دیفئو صورت گرفته. طبق اعترافات رونالد دیفئو بعد از انجام قتل دوش گرفته و لباس خونی و سلاحش رو توی حیاط خونه دفن کرده و بعد به سر کار رفت. و عصر همون روز بعد اتمام کارش به اداره پلیس میره و گزارش قتل خانواده‌اش رو میده. رونالد دیفئو تو بخشی از اعترافاتش میگه وقتی شروع کردم دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و از کارم پشیمون نیستم. وکیل رونالد توی دادگاه برای اون اعلام بیگناهی به علت عدم سلامت روانی کرد و ادعا می‌کرد که رونالد توی ذهنش صداهایی رو میشنیده که بهش دستور میداده این قتل‌ها رو انجام بده. اما دادگاه این ادعا رو به سرعت رد کرد و در نهایت رونالد به 6 بار حبس ابد محکوم شد و در زندانی در نیویورک فرستاده شد. بعد گذشت 13 ماه از قتل عام خانواده دیفئو، یعنی تو دسامبر 1975، جورج و کتی لاتس بدون توجه به گذشته این خونه و اتفاقاتی که داخل اون افتاده بوده، به دلیل متراژ بزرگ قرار گرفتن کنار رودخونه و وجود استخر مجذوب این خونه میشن و اقدام به خریدش میکنن. و حتی برای این خونه یه اسم هم انتخاب میکنن، های هوپز، یعنی امیدهای والا. اما خیلی سریع خونه رویایی اونها به خونه کابوسشون تبدیل میشه. اعضای این خانواده بجز جورج و کتی متشکل از 3 فرزند اونها به نامهای دنیل، کریستوفر، میلیسا و سگ خانواده اونها به نام هری تشکیل میشد. از همون روز اول اسباب کشی متوجه اتفاقات عجیب و غیر طبیعی شدن. هری سگ این خانواده از همون روز رفتاراش عجیب شده بود و شبا بدون هیچ دلیلی پارس میکرد. بعد گذشته یه هفته جورج هر شب ساعت 3 و 15 دقیقه با شنیدن صدای شلیک از خواب میپریده، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط یک کابوس بوده. جورج بعدها متوجه میشه که این دقیقاً همون ساعتی بوده که خانواده دیفئو به قتل رسیده بودن. اون یه شب از توی حیاط پسرش دنیل رو توی اتاق خوابش دید که ایستاده و سایه‌ای با 2 چشم قرمز رنگ پشت سرشه. جورج خیلی سریع خودش رو به اتاق دنیل میرسونه، ولی متوجه میشه که پسرش تمام مدت خواب بوده. بعد گذشت چند روز ملیسا تنها دختر خانواده لاتس شروع به بازی با دوست خیالیش کرد که به جورج و کتی میگفته اسم دوستش آلیسونه. جورج و کتی متوجه میشن که آلیسون یکی از دخترای خانواده دیفئو بوده که به قتل رسیده. چند سال بعد جورج و کتی توی مصاحبه راجع به تجربهشون از زندگی توی این خونه در امیتیویل اینطور میگن: بعضی شب‌ها قبل خواب صدای زمزمه‌هایی رو از پشت در و دیوارهای خونه میشنیدن و گاهی احساس میکردن که وقتی خوابن کسی اونها رو لمس میکنه. جورج و کتی بعد این مدت که خیلی ترسیده بودن، تصمیم میگیرن برای حل این مشکلات از یک کشیش کمک بگیرن. پدر رالف پکررو کشیشی بود که به خونه لاتس برای تقدیس دعوت میشه و وقتی شروع به دعا خوندن میکنه صدایی میشنوه که فریاد میزده از این خونه خارج شو. پدر رالف در ابتدا در مورد این صدا به زوج لاتس چیزی نمیگه و سریعا خونه رو ترک میکنه. اما بعد از گذشت چند ساعت
پدر رالف تصمیم میگیره که این موضوع از طریق تلفن به خانواده لاتس اطلاع بده. در حین مکالمه تلفن قطع میشه و دیگه نمیتونه با اونها ارتباط برقرار کنه. بعد از این مراسم تقدیس نیمه تمام، اتفاقات داخل این خونه بیشتر میشه، به طوری که اعضای خانواده سایه‌هایی رو اطراف خونه از پنجره مشاهده میکردن. به گفته جورج، یک شب که با کابوس از خواب پریده، همسرش کتی رو معلق در هوا روی تخت میبینه و فردای اون روز وقتی کتی از خواب بیدار میشه، متوجه کبودی‌هایی مثل جای دندان روی بدنش میشه. تمام این اتفاقات وحشتناک باعث میشه که خانواده لاتس فقط 28 روز زندگی تو این خونه رو تحمل کنن و نهایتاً تو 14 ژانویه 1976 این خونه رو برای همیشه ترک میکنن. اما داستان خونه امیتیویل بعد از رفتن خانواده لاتس به پایان نرسید و وقتی زوج مشهور اد و لورین وارن از اتفاقات این خونه مطلع شدن، تصمیم میگیرن برای کشف و حل این موضوع به این خونه مرموز در امیتیویل بروند. اد و لورین وارن یه زوج معروف آمریکایی هن که مسائل موارد طبیعی که برای انسان‌های عادی اتفاق میفته رو حل میکنن. اد و لورین برای حل موضوع از خانواده لاتس میخوان تا به اون خونه برگردن، ولی خانواده لاتس به حدی ترسیده بودن که جرأت بازگشت به اون خونه رو نداشتن و جورج با سپردن کلیدهای خونه به اد خیلی سریع اونجا رو ترک میکنه. زوج وارن برای بررسی و انجام مراسمات دینی وارد خونه میشن و در طی بررسی‌ها وقتی که اد در اتاق نشیمن در حال انجام مراسمات دینی بود، نیروی قوی اونو محکم به زمین میکوبه. لورین هم که یک مدیوم خیلی قوی بوده، در خونه حضور موجودات شیطانی را حس می‌کرده، ولی به گفته اون یکی از این موجودات بسیار قوی و با نیت‌های وحشتناک شیطان بوده. لورین میگه که تا حالا هیچ وقت انقدر نترسیده بوده، چون ناگهان اجساد خانواده دیفو رو کف خونه دیده. زوج وارن بعد از این اتفاقات سعی میکنن که مسائل با جزئیات بیشتری بررسی کنن. به همین دلیل در کنار جستجو داخل خونه از تمام بخش‌های خونه شروع به عکاسی میکنن. توی یکی از عکسایی که از طبقه بالا گرفته شده، تصویر یه پسر بچه یا چیزی شبیه به پسر بچه رو ثبت میکنن که خیلی‌ها معتقدن این پسر بچه متئو، پسر کوچیک خانواده دیفوست که به قتل رسیده بوده. بعد از همه این قضایا، اد و لورین اتفاقات داخل خونه امیتیویل رو یکی از مرموزترین و وحشتناکترین تجربه‌های زندگی کاری خودشون میدونن. خب دوستان، ویدیوی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب از همون حمایت کنید و زنگوله کنارش رو بذارید روی آل تا هر وقت ویدیوی جدید گذاشتیم اولین نفری باشید که ویدیوهامون رو میبینید. تا ویدیوهای بعد، گودبای.